سلام، افشین هستم از جعفریدنت. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم لایت کیور جدید ایتیس رو با هم آنباکسینگ کنیم و ببینیم که در چه سطحی هستش و چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده. یه قوطی خیلی خوشگل، دفترچه راهنما. حالا خود لایت کیور میذاریم کنار، بقیه قسمت‌ها رو بررسی میکنیم. شارژر بیسیم، مثل خود شارژر که با سیمه، با آداپتوره، ولی خود لایت کیور بی سیم هست. شارژر اینم میذاریم به کنار. هم خود لایت کیور رو بررسی کنیم. قبل از اینکه لایت کیور رو نگاه بکنیم، این لایت کیور برنامه خور هستش و تشخیص پوسیدگی داره و حالت فست هم روش داره که الان میخوایم نگاه کنیم. لایت کیور خیلی خوش ساخت، خوش دست و واقعا در سطح خیلی بالایی ساخته شده. هد لایت کیور رو نگاه میکنیم، دقیقا مثل هد روتاریای خود شرکت ایتیسه و واقعا کیفیت خوبی داره. 4 تا LED داره و خیلی راحت وصل میشه. یکی از مزیتایی که همون اول من واقعا از این قضیه لذت بردم اینه که این لایت کیور هدش کاملا میچرخه و ثابت نیست. خب این مزیت خیلی بزرگ توی این لایت کیور هستش. لایت کیور رو روشن میکنیم. این هم روکش‌های زاپاس برای لایت کیور هستش، روکش پلاستیکی. لایت کیور چند تا برنامه داره. حالا برنامه سریع روی 2300، بعد 2 ثانیه‌ای روی 1500، 10 ثانیه روی 1010 ثانیه و حالت پالس 10000، حالت پالس 1000 و همچنین تشخیص پوسیدگی. نور لایتش هستش که روی 2300 در 2 ثانیه کیور میکنه. فرکانسش هم خیلی بالاست و در جا کیور میکنه. عمقی که انجام میده این کیور هم بالا هستش. 10 ثانیه. واقعا فوق‌العاده است. از بابت کیفیت میتونم بگم تو سطح خیلی بالایی قرار داره و نسبت به قیمتی که داره واقعا لایت کیور خوبی هست و انتخاب مناسبیه. اینجا برای اینکه تفاوت این لایت کیور رو با لایت کیورهای مثلا سایر لایت کیورهای چینی که تو بازار هستن مقایسه کنیم، چند تا لایت کیور میارم که این لایت کیورها توی بدنه تفاوت کیفیت اینو با هم مشخص میشه. اصلا مشخصه که این لایت کیور با این لایت کیور اصلا قابل قیاس نیست. فوق‌العاده است. ریشکی بود این لایت کیوره.